balum 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 balum. دست شما در نکنه. مرسی عزیزم، خیلی ماه شدم. تو چرا داری طوری حرف میزنی؟ چطور حرف میزنم؟ کلا آپشنات ریخته به هم، تریپ برداشتی. واقعیتش اینه که من تصمیم گرفتم که دیگه کرمانی صحبت نکنم. نو اسپیک کرمان. این مسخره بازی رو ول کن، پاکت میکنم ها، حواست باشه. من مسخره میکنم؟ کی مسخرت میکنه؟ میگن لهجه زایه‌ای داری. برو باور کن. کیا مسخرت میکنن؟ یه مش آدم. خب من آدم میشناسم تو همین شهر که نمیذارم بچهشون کرمونی صحبت کنن. من آدم میشناسم که از اینجا مهاجرت کردم بخاطری که بچهشون خانواده‌شون کرمونی صحبت نکنن. من آدم میشناسم. آها تو اصلا میدونی فارسی که ما صحبت میکنیم بسیار تا بسیار قدیمیه، تقریبا سابقه بیش از 1000 سال داره. نه بابا، یعنی تو اگر ورگردی به 1000 سال پیش، زمان اشکانیان و ساسانیان، خب اونا هم داشتن به همین زبان ما کرمونی ها صحبت میکردن. جدی؟ اوکلا. بله اصلا بل یه داستانی اپابندی ما کرمونی ها به حفظ لهجه برات بگم. آقا بیا بازیش کنیم. بازیش میکنیم. آقا بیا بازیش میکنیم. من میشم ناصرالدین شاه. خب ته میشی همون یه کرمونی. فقط یه چیزی. چی؟ بگه کرمونی همراهت نیاز داریم. خب بگو خارت بیا. تو دوباره شوخی خونوادگی با من کردی؟ نه من فقط میگم بگو خارت بیا. اینجا نقش راوی رو بگیر. اصلا میخوام خودم بهش اسم بدم بگم بیازودی؟ لازم نکرده، خودم بهش میدم. سلام. تو کجا بودی بی زودی اون بده ایجا؟ سلام علیکم. شما چطور؟ خوب هست؟ خوشتون سلامت؟ شما کجا بودین بابا؟ چه اون سری قشنگی، چه کیف قشنگ اتکن چیزی ده. بچینتش. منو صدا کردن؟ ها حقیقت خواهر ما میخوام خودم راه میبرم. شما شنیدن؟ راوی. خیلی خوب. تو راوی، من ناصرالدین شاه، من کرمونیو. اینم یه کرمونیو. چشم. بریم. 3 2 1 اکشن. داستان از اوجه شروع میشه که در زمان حکومت ناصرالدین شاه قاجار بر ایران، عده‌ای از مردم کرمون راهی تشکیلات حکومتی وقت شدن و به نزد ناصرالدین شاه رفتن که سلام علیکم. بنال قبله عالم. قبله عالم. ما اکرمون وقت حسادیم اومدیم ایجو. 3 نومتر کرمون پری روستاها خونه ها همه چیز ما تومونده عبین برده. تمام کرتا خیاری ما خراب شدن، لافت شکام و کوچه. ما از شما توقعای کمک و همراهی را داریم. چی؟ توقع. خانم راوی؟ بله. این چه گفت؟ توقع یعنی چه این توقع؟ یعنی انتظار. قبله عالم. خانم راوی؟ بله. شما کمی به چشم ما گرم میایید. آیا شما را در محیطی جای؟ خیر. دایی گلو چه؟ تخت سیایی طرفه. آری موت بکتو نیقت به من. ادامه ماجرا. بله خدمت شما عرض کنن که داشت خدمتتون میگفتم. ما این شب خود مادرم پدرم خود داداشو للوییم که خونه خوابیده بود. یه دیدیم گوترم صدا شد. ما خود داداشو للوی پرید نتی رو پشت بون دیدی نه پایا دارن صدا میدن. بارون شراب چه ترق گوترم شروع کرد باریدن. بارید. مادر آمد رو حیاط که بیا بالا ببین بارون چش خورد می شاکولاش در پدرم شقزش اشکست. ما اصلا وضعیت خوبی ته کرمون نداریم. همه کتای ناصر گرفتن، میدون آزادی و باغ مدینه کندن. برام خودم میدون کی درستش کنم. از شما توقع دارم. خودمانیم بسیار تا بسیار لهجه خنده‌دار موزیکی دارید. عیش ما را کامل کردید امروز. چت شده مردک؟ تو فقط به خاطر 2 خانه خشتگلی که به دلیل باران خراب شده است این چونین زار میزنی؟ من به خاطر خونه خشتگیلیمون گری نمی کنم. تو شهر ما زیر پات بله کردی، تو ما رو به تمسخر گرفتی، تو لحجه و هویت ما رو مسخره کردی. آقا محمد خان قاجار اومد چشما ما رو در برد، ما گری نکردیم، محکم جلوش وایسادیم. بچه بیان لحجه ما رو مسخره میکنی، هویت ما رو داری مسخره میکنی.
چشم، خیلی قشنگ گریه کردی. سلامت باشه، من خیلی قلب کوچکویی دارم. خیلی تموم شد دیگه. روایتی بود. دیده خانم خط، دیده مرکش و پد چطوری لهجه ما رو مسخره که برم ناراحتم. شمایه میخواد گریه کنه؟ اگه گریه کنه با خود میره کنم. دختر زنینه تو اینجا چی کار داری؟ من میخواستم بر شما آب بیارم. برو خونه. چشم. برو خونه. چشم. خب خط جان، دیگه تو الان از لهجه خجالت میکشی؟ من افتخار میکنم به لهجه. بارکلا. من بگو. یه مشت گره کرده ای برام بکش. من افتخار میکنم که کرمانیم. بارکلا. من به کرمانی بودنم افتخار میکنم. آفرین. من به لهجه شیرین کرمانی افتخار میکنم. آفرین. درود بر کرمانی، درود بر لهجه کرمانی. وطنم پاره تنم، ای جای جای میهنم، بر خاک تو بوسه میزنم کرمان. آفرین خطو، آفرین چه خطو. دوباره به من گفتی خطو؟ ای اوی تای اسما نشونه تصغیر نیست، نشونه محبت دوستی. ما تا اسما هم دیگه میاریم. راستی؟ شنیدی تو کوچه و پشتی کفترو بچه کردن؟ نه بابا. این خروچی روی جدی میگی؟ بیا بریم. بریم. balloon 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 balloon